بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بده در راه خدا، من به خدا محتاجم. من به بخشندگی آل عبا محتاجم. از قنوت سحر مادرتان جا ماندم. پسر حضرت زهرا به دعا محتاجم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام دل داده های امام حسین جان، الهی که خوب باشین. خیلی ممنونم یه نوبت دیگه از مجموعه برنامه یاد خدا رو انتخاب کردید برای همراهی. خدا کنه اینجا به شما خوش بگذره. احتمال خیلی زیاد این اتفاق خواهد افتاد چون خدمت حجت الاسلام المسلمین هدایت هستیم و بعد از اینکه رفتیم و برگشتیم گفتگومون رو تقدیم شما خواهیم کرد. بفرمایید. یا مولای یا ابا عبدالله اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخة والارحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. خیلی خیلی خوش آمدید به یاد خدا. خوش آمدم میگم به حاج آقای هدایت عزیز و دوست داشتنی. آقا سلام، خیلی خوش اومدید. سلام خدمت شما، خدمت همه بینندگان عزیز. تسلیت عرض میکنم. ایام سوگواری اهل بیت علیهم السلام رو، ایام اسارت خانواده ابا عبدالله الحسین رو انشاءالله که عزاداریاتون قبول باشه انشاءالله. خیلی ممنونم. به دعای شما انشاءالله برای شما هم همینطور. چه خبر؟ الحمدلله. دعاگوی شما در همه مجالسی که توی این مدت رفتیم، هم شما آقای قوامی عزیز به اسم دعاتون کردم، هم همه بینندگان عزیزم رو واقعا به یادتون بودم. چطور بود؟ امسال محرم چجوری بود حالا تا به اینجا؟ ببینید فوق‌العاده است. خدا شاهده، من خب شهرهای مختلف میرم، ارتباط دارم. همین میپرسم. واقعیتش اینه که عموم مردم ما، از این کلمه عمومم غلطه، همه مردم ما به مجلس امام حسین یه انسی دارند، یه علاقه ای دارند. واقعیتش اینه که من کلمه نشاط رو به کار میبرم. نشاط با شادی و مستی و غفلت فرق میکنه. نشاط یعنی جوشش، یعنی شور. مردم با عشق میان تو این مجالس شرکت میکنن. مردم به این مجالس اعتقاد دارند. یعنی ببینید آقای قوامی عزیز، خود شما حساب بکنید، ما دین و ایمان و اعتقاداتمون رو از فضای مجالسی یاد گرفتیم که با مادرمون میرفتیم. ما تو مجالس بازی میکردیم، مادر همه توجهش به اون سخنران، به اون مداح بود. بعد از یه مدتی میدیم مادرمون که داره اشکشو ندیدیم اینجا داره اشک جاری میکنه. پدرمون همه شرایط رو فراهم میکرد که بریم مجلس روضه امام حسین و این فضا برای ما اون درس حقیقی رو داد. پدر و مادرم اون سرمایه اشک و گریهشون رو برای امام حسین خرج میکنن.
لذا واقعیتش اینه که مجالس امام حسین علیه السلام الان یک کلاس تربیتی بزرگیه برای ظهور امام زمان علیه السلام. این مادر که تعریف کردین، حالا خاطرات هر کسی زنده میشه. اولین بارایی که با مادرش با پدرش رفته و اینی که فرمودید، گفت من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول کامدم دستور تا آخر گرفتم. واقعا همین جوریه دیگه. ما اصلا این عشق و شیداییه که هست توی محرم یه جلوه دیگه ای داره، یه رنگ و لعاب دیگه ای داره، یه نورانیت خاصی داره و به خود ما همین این رو انتقال میده، خود فضای محرم. حالا من این سوال رو معمولا توی این روزا از خیلی ها میپرسم، دوست دارم از شما هم بپرسم که فرمودید تو جلسات مختلف هم بودین و اینا، این عشق رو از نزدیک لمس میکنین شماها، مخصوصا تو هیئت‌ها و اینا که دیگه اوج اون حرارت عشق بازی ابو عبدالله مخصوصا تو هیئت‌ها، این حرارته، این عشق، این حال خوبه چی میشد سرایت پیدا میکرد به تک تک روزای سال تا محرم سال بعد؟ چه جوری میشه که اینجوری بشه؟ خیلی سوال خوبیه و من تصور میکنم که باید به این موضوع پرداخت. یعنی شاید چند جلسه به این موضوع که هستالی مطرح کردین بپردازیم و اونم این که توسعه مجالس حسینی در همه زندگیمون. یعنی ما دیگه واقعاً این احساس به اون دست نده که فقط یه محرم بیاد بعد یه جلسه بریم و برگردیم و تموم بشه. اصلا احساس بکنیم که محیط کارمون، توی خیابون، تو خونمون، روابطمون همش توی مجلس امام حسینی. اینو می‌خوایم باش روش کار بکنیم. آره. بذار من با این مقدمه بگم. سوره عبس فاذا جاءت الصاخه، وقتی که فضای قیامت ایجاد میشه، یوم یفر المرء من اخیه، هر کسی از داداش خودش فرار میکنه، و امهی و ابیه، فرزند از مادرش فرار میکنه، مادر از فرزند خودش فرار میکنه، و صاحبتهی و بنی، خیلی همسر از همسر فرار میکنه، پدر و مادر از فرزند فرار میکنن. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، چون یه اتفاق خیلی بزرگی افتاده، یه درد خیلی عظیمی هست که آدم‌ها دیگه هر کسی به فکر خودشه، میترسه که اصلا بخواد ذره‌ای به دیگری فکر بکنه. متوجه شدید؟ بله. بخواد هر کسی به قول معروف جون خودش رو نجات بده. سوره حج هم ابتدای سوره حج، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعة اما ارضعت. یعنی هر کسی بچه شیری خودش رو رها میکنه میره. خیلیه مادر وابسته به بچه خودش هست. خیلی عجیبه. شما تصور بکنید داره بچه خودش شیر میده، یه دفعه بچه‌شو پرت میکنه اون ور فرار میکنه میره. و تضع کل ذات حمل حملها، اون مادری که باردار هست حاضر بچهش بمیره، سقط بشه، اما جان خودش حفظ بشه. و ترى الناس سکارا، تو تصور میکنی مردم مست شدن و ما هم به سکارا، مست نیستن، ولکن نه عذاب الله شدید. نه عذاب خدا خیلی عذاب شدید. شدت عذاب خدا باعث این نوع احسن. القارعة ما القارعة، یه کوبش شدیدی ایجاد میشه، همه فرار میکنن. حالا تو این فضا خب یه استثناء هست. روایت استثناشو میخوام بگم. کامل الزیارات صفحه 81. ما من عبد یحشر الا و عیناه باکیه، هر کسی محشور میشه با این فضا، اشک داره از چشاش داره میریزه. الا الباکین علی جدی الحسین. عجب. همین لبخندی که الان من زدم این دقیقاً حال باکین برای امام حسین علیه السلام. آخه همین آرامش تو فضایی که همه دارن جون خودش رو حفظ میکنن، التهاب بحران، احسن، باکینه برای امام حسین علیه السلام یه قرار دارن. فانه یحشر و عینه قریره، یعنی از چشش نور داره میاد، خوشحاله. ول بشارتو تلقاه و بین بله بشارتو و سرور بینون علی وجهه،
یعنی کاملا از صورتشون پیداست که اینا خیلی شادمان هستن. والخلق فی الفزع، همه تو نگرانی ان و هم آمنون، اینا در آرامش کامل هستن. به نظرم این خیلی عجیب تر از اون خبر قبلیه، اینکه اونا همه فرار میکنن یه تا میگن مسته. آره اون عادیه. به نظر این خیلی عجیبه که این وسط که ولولی بپاشه، حالا یه عده‌ای راحت این وسطی که مادر بچه خودش میندازه اون طرف جون خودش رو نجات میده، اینا در کمال آرامش، خیلی عجیب، چهرهشون کاملا چی دارن میبینند؟ چی میبینن؟ آها، اونا چی دیدن؟ اینا چی دارن میبینن؟ اونا میبینن که دارن از همه تعلقاتشون، این مثلا به بچهش وابسته بود، یکی به پولش وابسته بود، یکی به ریاستش وابسته بود، یکی به دنیاش وابسته بود، از اونا دارن کنده میشن، هول برشون میداره. اینا میبینن به اون محبوبی که آرزوش داشتن بیشتر دارن نزدیک میشن. این برعکسی به خاطر اینه، علتش همینه. اینا دارن از محبوبشون جدا میشن. اینا هجران و اونا وصله. وقت طعم وصل چقدر شیرینه، خیلی طعم هجران چقدر معشوق. دقیقاً اون معشوق واقعا. اللهم ارزقنا. دقیقاً. حالا ادامه رو بعد ببین. ادامه‌شو می‌خواید بریم فاصله بگیریم؟ تا اینجا خیلی کیف کردیم و چقدر داریم آرزو می‌کنیم که ما جزو اون افراد باشیم که اون قراره رو دارن اونجا. اللهم ارزقنا. بسم الله بفرمایید. خیلی ممنونم که نگاه زلالتون هنوز با یاد خداست. یه فرمایش خیلی نورانی رو دارن آقای هدایت تبیین میکنن از کامل الزیارات، وصف حال کسانی که در وسط بحران که همه دارن میخورن تو در و دیوار، بچه‌شو پرت میکنه و اصلا یه فضای عجیب غریب، یه عده اصلا آرامش دارن، خیلی طمأنینه دارن، لبخند به لبشون و اینها. اونا کسانی هستن که همینو میخوام بگم. آی بینندگان عزیز، کسانی هستن که و هم حداث الحسین. این روایت کامل الزیارته. تبیینش معناش بکنیم. من بگم این جملاتی که دارم میگم عزیزان تعجب نکنید، این جملات برای ما حوزوی ها مرتبه بعد از قرآنه. کتاب کامل الزیارات کتاب معیار سندهای دیگر روایاته. یعنی ما وقتی میخوایم صحت و سقم یک روایت رو بسنجیم، با سند کامل الزیارات تطبیق میدیم. میزان سنجشه. اینقدر کتاب معتبریه کامل الزیارات. تو کامل الزیارات نوشته که گفتیم افرادی که هستن که وقتی همه قصه دارن، همه نگرانن، همه در فزع هستن، اینا سرور و نشاط و شادمانی از صورتشون میباره. اسم اینا حداث الحسین است. حداث الحسین یعنی کسانی که در دنیا دائما با امام حسین ارتباط داشتن. ببین من یه قاعده به همه عزیزانم بدم. آیه 25 سوره بقره: کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل و اتوا به متشابها. وقتی ما وارد بهشت میشیم، فضای آخرت فضای تکراری برای اهل دنیا. خوب دقت بکنید، هر آنچه که در نعمتهای بهشتی میچشند میگن ما این شبیهش رو تو دنیا چشیده بودیم، این امتداد اونه. این یه قاعده، یعنی ناآشنا نیست. آفرین. این از توش یه قاعده در میاد که ما تا طعم بهشت رو تو دنیا نچشیم وارد بهشت اخروی نمیشیم. و اون طرف اونایی که تو دنیا جهنمی زندگی میکنن امتداد اون جهنم رو بعد از مرگشون میچشند. خدا به کسی جهنم نمیده. این شبهه‌ای که بعضیا میگن که این چه خداییه و مثلا بعضی گفتن از داعشیان بدتره و داعشیا یه لحظه عذاب میکنن، خدا این همه سال عذاب میکنه. خدا اصلا عذاب نمیکنه. این امتداد رفتار ماست. قل کل یعمل علی شاکلته. بعضی شاکلهشون آزاردهندگی به دیگرانه، این حالت نیش زنندگی خودشون نیش میزنن دیگه. این تجسم اعمالی که میگن همینه. متوجه شدی؟ بعضیا دائما دارن دعوا میکنن، همش غضبناک هستن بین مؤمنین. این آتش غضب ادامه پیدا میکنه، آتش اذیت و آزار ادامه پیدا میکنه. متوجه شدی؟ حالا خوبان عالم چه شکلی هستن؟ و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. من و شما الان کنار هم نشستیم، من شما رو دوست دارم، شما منو دوست. من خیلی بیشتر. آفرین. این حالت ادامه پیدا میکنه. حالا ما چرا همدیگر دوست داریم؟ به خاطر اهل بیت. به عشق اهل بیت همدیگر دوست داریم.
ولی ما منفعتی برای همدیگه نداشتیم. ما همه عشق و علاقه هم میگیم، من میدونم شما بچه هیئتی هستی، شما میگید من گریه کن امام حسینم، همدیگه به خاطر امام حسین دوست داریم. حالا ما که به خاطر یه آقای همدیگر رو دوست داریم، این ادامه پیدا میکنه. متوجه شدیم؟ ببین اگه به خاطر منافع اون بود، این منافع تو دنیاست. دنیا که تمام بشه دیگه منفعتی نداریم، دیگه این محبتی اینجا وجود نداره. اهل دنیا محبتشون به خاطر یه امر زوال پذیره، اون که میره همه چیشون رفته. متوجه شدیم؟ اما اهل آخرت، اهل امام حسین علیه السلام تازه شدیدتر میشه، این تازه به لقا میرسن، این دارن نزدیکتر میشن و هم حداث الحسین. ببین از هم کینه ای ندارن، رو هم دیگه نشستن به عشق مولاشون، حول مولاشون. این ادامه روایت رو ببینید. تحت العرش و فی ظل العرش، امام حسین علیه السلام حقیقت نورانیشون رو اهل دنیایی که با نور امام حسین زندگی میکردن، تو مجالس به عشق امام حسین رفتن، حالا اونجا پیداش میکنن. امام حسین تحت عرش الهی، اینا دور امام حسین حلقه میزنن. خب لا یخافون سوء یوم الحساب، اینا اصلا ترسی از حساب و کتاب ندارن. چرا؟ ببین دوباره حساب و کتابشون پاکه. چرا؟ چون تو دنیا حسینی زندگی کردن. ببین آقای قوامی عزیز، گریه کنه ابا عبدالله، مجلس امام حسین چه شکلیه؟ مجلسیه که آدم‌ها دائما دوست دارن به هم خدمت بکنن. ببین ما میریم تو مجلس امام حسین میشینیم، یه نفری هست، 10 نفر هستن، برای 500 نفر شام درست میکنن. یه عده‌ای که وضع مالیشون خوبه پول میدن، میگن شما برای این عزیزانی که اومدن تو مجلس شامشون رو تامین بکن، شامشون با من. یه عده‌ای هم غذا درست میکنن، این با خیال راحت میره میشینه تو مجلس امام حسین، استفادهش رو میبره. مادرها خانوما نگران نیستن که شب میخوام برن خونه آقاشون الان غرغر میکنه که من شام ندارم، میگه شامش آماده است. تشنه‌شون میشه سریع بهشون شربت میارن. نگران بچه‌هاشون هستن، میگن آقا بچه‌هاتون ما نگه می‌داریم، کفشتون هم دم در من نگه داشتم، هیچ نگران کفشت هم نباش. یه چند نفر هم بهش میگن خوش آمد، میگن کرامت میدن، عزت میدن، همین نیازهای تو رو فراهم میکنن. میگن تو راحت اینجا بشین با امام حسین صحبت بکن. خب این حالت حالا ادامه پیدا بکنه. آرمارون تو محله میگه این بنده خدا گریه کنه امام حسین بود، حالا این نیازش چیه، مشکلش چیه؟ این که تو دنیا دغدغه دیگران رو داره، خداوند متعال هم گناهانشو میپوشونه. میپوشونه. فکر کردی عفو چیه؟ فکر کردی مغفرت چیه؟ مغفرت اینجوری ایجاد میشه. مغفرت صرفا به این نیستش که من شب بگم الهی الف 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 300 بار بگم الهی الف، فردا صبح هیچ کاری به کسی نداشته باشه. معذرت میخوام میگم مال مردمم بخورم. اینجوری نیست. خصوصیت مجلس امام حسین، مهمترین نکتهش اینه افراد برای گریه کنه امام حسین خدمت میکنن، آروم آروم تمرین میکنه. میگه حالا این که فقط 1 ساعت گریه کنه امام حسین نبود که، فردا تو محلم گریه کنه امام حسینه. این همون دیگه که دیشب اومده بود. ببین خصوصیت مجلس امام حسین ادامه و امتداد این جمله زیارت عاشوراست. یا ابا عبدالله سلم لمن سالمکم. ببین من عبارتو میخونم عزیزان تصحیح بکنن. یا ابا عبدالله سلم لکم. درست خوندم؟ نه. یاد نوکر تو هم درست خوندم؟ غلط خوندم. این مال جامعه کبیره است. تو جامعه کبیره میگیم قلبی لکم سلم لکم، برای شما اهل بیت. رأی لکم تبع، نظر من نظر شماست. نصرتی لکم معده، هر کاری میکنم برای شما میکنم. این مال جامعه کبیره بودا. تو زیارت عاشورا نمیگیم قلبی لکم سلم، نمیگیم، میگیم یا ابا عبدالله من اونو که گذروندم، من که نوکرت بودم، حالا وارد یه مرحله بالاتر شدم، نوکر نوکراتم، من فدا میشم برای اون کسی که فدای تو میشه. خیلی عاطفی تر و عمیق تر و خیلی بالاتره. برای امام حسین جون دادن کاری نداره که. امام حسین تو ببینی باش حاضر نیستی جون بدی؟ واضحه. این که تو برای گریه کنه امام حسین حالا جون بدی چی؟
این خیلی بالاتره، خیلی هم سخت‌تره. کاری که شاید جلوه خیلی پررنگش رو این سالا تو 40 مثلا. آفرین. میخوایم آرمانو به همین فضا برسیم، تا شب 40 میخوام به اینجا برسیم. میخواستم این جمله رو بگم، چرا لا یخافون سوء الحساب؟ چرا اینا دیگه از حساب کتاب ترسی ندارن؟ چون اینا تو دنیا برای بندگان خدا تلاش و کوشش کردن، خدمت رسوندن، مثل شهدای خدمت عزیزمون. خدا گناهان فردی اینا رو میپوشونه. خب یعنی از جان و مال و دارایی و همه استعداد و توانایی‌هاش مایه گذاشته. ببینید من راحت بگم با زبان عامیانه، خودشو برای خدا تکونده، خدا هم چی؟ خودشو گناهاشو میتکونه، تموم شد، پاکش میکنه. این همه تلاششو کرده گره مردم باز بکنه، به برکت کجا؟ مجلس امام حسین. اصلا این همه حدیث برای آمرزش گناهان گریه کنه امام حسین و ظاهر امام حسین و اینه سر ولی تو بری فقط یه گریه بکنی برگردی بیا تو خونت دنبال کار خودت باشی، یه کمی هم خلاصه به دیگران آزار برسونی، این نیست. نه. شما 10 لیتر گریه هم بکنی فایده نداره. یه عمله. آفرین. ما داریم به اون عملی که تو مجالس امام حسین ایجاد میشه میخوایم بپردازیم. ببین حالا آروم آروم بهش میرسم. واسه بریم ادامه روایت رو من بخونم. خیلی کار داریم راجع به این موضوع. البته قاعدتاً باید بخش عمده‌اش رو بذاریم برای جلسه بعد، مطالعه 1 دقیقه‌ای. آره این ادامه روایت تمام بشه. یقال لهم ادخلوا الجنه. بهشون آقا بفهم بهشت. فیعبون. میگن نه ما بهشت نمیخوایم. بهشت ارزانی خوبان عالم. بهشت من تماشای حسین است. نه ترسانیدم از روز قیامت. قیامت قد و بالای حسین است. این تو دنیا حاصل شده آره دیگه این زمینش بوده، وگرنه اونجا خلق و سایه که هم چیزی در نمیاد. امتداده. الان تو به گریه کن امام حسین بگو پاش بریم سواحل فلان جا. میگه من اون آرامش، اون نشاط، اون عشقی که تو مجلس امام حسین تو همین گرما برام داره ایجاد میشه اونجا ایجاد نمیشه. من تو کیف منو نمیخواد، کیف من اینجاست. دقیقاً همین حالت امتدادش. بهشون میگم بریم تو بهشت، حور و گلابی و نمیدونم و لحم طیر مما یشتهون و اینا میگم بهشت من حسین است و هم حداث الحسین. و ادامه روایت جالبه که و ان حورالعین میان پیششون میگن آقا ما مشتاق شما هستیم. اینا میگن که ما بهشتمون امام حسینه. راجع به این موضوع اینجا نگه داریم.